محترم میرویس یاسینی، یکی از کاندیدان انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان، در قدم اول در مورد خودتان به طور بسیار فشرده معلومات بدهید تا مردم که میخواهند در رابطه به هر کاندید البته معلومات داشته باشند در مورد پیشینی شما نیز آگاهی لازم حاصل کنند. نام من میرویس یاسینی است، فرزند مرحوم مولوی عبدالستار و نواسه مرحوم مولوی عبدالکریم، متولد سنه 1342 هجری شمسی در ولسوالی کامی ولایت ننگرهار. بعد از کودتای ثوری 1357 با فامیل خود با پاکستان مهاجرت نمودم و با صفوف جهاد وابسته بودم و بعد از 6-7 سال که با مجاهدین بودم شامل پاهنتون اسلامی بین‌المللی اسلام آباد گردیدم و از همین پاهنتون یک ماستری در حقوق و یک ماستری در شریعت را به دست آوردم. بعد از سقوط طالبان رئیس اسلامیت جلال آباد بودم، بعد از آن رئیس روابط بین‌المللی و یک ریاست به نام ارزیابی اقتصادی در وزارت مالیه، بعداً عضو لوی جرگه اضطراری بودم، بعداً رئیس عمومی مبارزه علیه مواد مخدر بودم و بعداً معین مسلکی این وزارت، بعد معاون اول لوی جرگه قانونی اساسی بودم و همچنان طبعا عضو لوی جرگه قانونی اساسی، بعدا نماینده مردم در ولسی جرگه و 2 دفعه متواتر به حیث نایب اولی ولسی جرگه ایفای وظیفه و خدمت مردم خود می نمایم. جناب یاسینی، هدف از کاندیداتوری شما در انتخابات آینده ریاست جمهوری در این کشور چی است؟ آیا می خواهید که از این طریق مصدر خدمت به مردم گردید و یا منظور از این کار شما دست یافتن به مقام است؟ کدام مقام باشه که نیم مردمی همین جامعه گوشنخواب کنه و رئیس جمهوری همین کشورم باز بگه که ما مقام و یا جاه و جلال و یا کرسی دارم. طبق امر پروردگار ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، هیچ وقت یک ملت را خداوند تقدیرش و سرنوشتش بدل نمیکنه الا اگر اون ملت خودشان بخواه که تغییر سرنوشت خود بکنه. ما فقط من حیث یک واجبه و وظیفه و یک ضرورت که افغانستان به یک تیم کاری ضرورت داره که نبض جامعه خود را درک کنه و بشناسه و بتوانه که استعداد خدمت به مردم خود داشته باشه، من حیث یک واجبه و مجبوریت خود کاندید کردیم. شما میدونید که برای پست ریاست جمهوری در هر کشور تجربه سیاسی و داشتن شهرت در میان مردم یکی از مسائل حتمی به شمار میره. آیا فکر میکنید که شما دارای تجربه کافی سیاسی هستید و مردم هم بیشتر با شما آشنا هستند؟ تجربه کافی سیاسی و شناخت کافی دو بود از فرمایشات شما. اول باید بگیم که ما از متن مردم هستم و ما پاراشوت شده نیستم، نه توسط گروه ها و حزبایی که ایجا فقط استحصال قدرت میخواه بکنه و در یک پروسس غیر دموکراتیک و غیر سیاسی به وجود آمده باشه. ما از اونها مردم نیستم و نه پاراشوت شده استم از طرف مؤسسات بین المللی و یا اشخاص بین المللی. ما خودم از متن جامعه بودم و در پاسخ پرسش اول شما که ما خودم معرفی کردم که ما از مابین مردم و تدریجی تا اینجا رسیدیم و فکر میکنیم که به حیث معاون اول پارلمان یک کشور و رئیس جرگه یک کشور کسی اگر شهرت کافی برخوردار نباشه ممکن نیست که دیگه مردم از شهرت کافی برخوردار باشه. پس ما تجربه کافی هم دارم، از متن جامعه خودم هستم و افتخارم به میکنیم با ملت خود بودم و شهرت کافی هم انشاءالله العزیز دارم. تا چه اندازه به همین اوصاف و قابلیت هایی که به گفته خودتان دارا هستید شخص مناسب به مقام ریاست جمهوری می باشید؟ اگر از خود که دیگه حق می دانستم حتما پیروی از او میکنم. فلحاظ خود کاندید کردم و خود ما حق بدیم سمت چیز از نگاه دینی و از نگاه علمی و از نگاه تجربوی و نگاه سیاسی و از نگاه مردمی بودن ما و از نگاه تجربه هیچ کس از خود حق نمیدانم. چقدر خود را مطمئن احساس میکنید که مردم شما را باعث رئیس جمهور آینده افغانستان انتخاب خواهند کرد؟ ما را باید مردم چون خدمتشان کردیم، خدمتگار هستم، صادق هستم، مؤمن هستم و متعهد هستم بر ارمانهای ملی ما 100% مطمئن هستم که ما رای مردم را به دست خواهد داشتم.
در صورتی که شما باعث رئیس جمهور آینده افغانستان برگزیده شوید، چی برنامه‌هایی در اولویت کاری شما قرار خواهند داشت و مردم چه انتظاراتی را از شما داشته باشند؟ شفافیت، حکمرانی قانون، از بین بردن فساد در همه اشکال و در همه ابعاد حکومتی و غیر حکومتی، کار و مبارزه به طرف ملت سازی که هیچ کس تا هیچ وقت در فکرش هم نبوده، حکمرانی قانون و کاریابی و به درد مردم ستم دیده خود رسیدن از برنامه‌های کاری و اولویت‌های کاری بنده خواهد بود و ایران باید فراموش نکنیم که میشه توسط یک تیم شفاف، یک تیم مخلص، یک تیم متحد، یک تیم مسلمان و افغان و ما انشاءالله توسط تیم خود این کارا و برنامه‌ها را به زودترین فرصت به عون الله تعالی، به اتکای پروردگار و با یاری مردم شجاع و شریف و نجیب افغانستان اگر به قدرت رسیدیم، این از اولویت‌های برنامه‌های کاری و تطبیقی ما خواهد بود. در انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان 41 نامزد به شمول 2 زن با هم رقابت میکنند. شما در این میان رقیب عمده‌تان کدام یک از این کاندیدا را میپندارید؟ ما باید بگیم که رقیب عمده ما آقای کرزی چون در قدرت است و تمام ارگان‌های حکومتی به دستشان است، ما رقیب عمده خود کرزی احساس میکنم. آقای یاسینی، بر تصمیمتان تا چه حد استاده باقی خواهید ماند؟ آیا از جمله کاندیدان نخواهید بود که از کاندیداتوری خود به نفع یک نامزد دیگر بگذارید؟ اگر ما از خود که حق میدیدم، ما هرگز کار نمیکنم. من مستحق می کار هستم و هدف دارم و ما ارمان و هدف ما اگر ما اعلام کنیم این با معنای اعلام کردن اساسات عقیدتی و ملی ما میشود، هرگز امکان نداره که ما در نیمی را اعلام کنم. مردم همیشه از زبان کاندیدان قبل از انتخابات در جریان کمپاین انتخاباتی وعده های دلگرم کننده در مورد مسائل مختلف میشنوند، اما مردم به نحو از این کار خسته شدند و میگویند که یکی از این وعده ها هم جامع عمل نمیپوشه. شما یاسینی صاحب تا چه حد بر تطبیق وعده های خود در صورت پیروز شدن متعهد باقی خواهید ماند؟ ببینین، انسان در حیات خود و در ممات خود با 4 محکمه روبرو است. اول محکمه وجدان و ایمان است، دوم محکمه مردم و خلق الله است که حدیث شریف میگه که من رآه مسلمون حسنا فهو عند الله حسن. کسانی که مسلمان او را خوب گفت و پیش خدا هم خوب است. مفهوم مخالف است که خدا نخواسته اگر به مسلمانان برای یک کس بد بگویه او پیش خدا هم بد است. خدا نکنه که ما با محکمه مردم خدا و با وجدان محکمه تاریخ و با محکمه پروردگار که یوم جزا و یوم آخرت است خجل باشیم. ما از دربار عزت متعال دست به دعا هستم که مرا با وعده های خود محکم و استاده نگه داره تا که به وعده نشم و انشالله کوشش میکنیم تا آخرین دمق زندگی خود با وعده های خود وفا بکنیم. یک مسئله مصارف کمپاین انتخاباتی کاندیدان است و همه میدانند که در این جریان پول گزاف را برای بیشتر مطرح ساختن خود کاندیدان به مصرف میرسانند. میخواهیم از شما جناب یاسینی بشنویم که مصارف مبارزات انتخاباتیتان از کدام مدرک و منبع تمویل می شود؟ کمپین ما کمپین غریب است و کمپین مردم افغانستان است و مردم افغانستان اقتصاد قوی را نداره. ما باید بگیم که با کوت لایمود که میگه به مو حساب کمپین خود پیش میبریم، چرا که مردم با ماست و مردم از اعانه های مردم و از اینکه مردم خودشان مصارف میکنه. ما تشکر میکنم قبلا از مردم افغانستان که با شکم گرسنه و گشنه با ما کمپین میکنه و حتی پول و مصارف پوسترهای ما را توسط مردم داده میشه.